خواهش میکنم اگر که همینجا ضبط شده باشه همین خانه ما را ضبط کنین، همون محمد انصاری در رسونین. در تاجیکستان ما هست دیسکا کلوب هایی که کابل دوشنبه کسی که دیده باشه طرف 102 رفتنده اونجا هم ما جایی ممنون همین جایی وحش دیگه که مردای تمام دنیا میآیند در اینجا جای استراحتگاه دخترای تاجیک استفاده میبرند مردا. این ممکن است در تاجیکستان ممکن است که دخترها در مکتب مینی یوبکا و درجه میپوشن که اگر ببینین بعد با چشم خود باور میکنین. همه اینا ممکنه، فقط همو یک رومالی که ما در سر میکنیم همو مدام ممکن نیست. ما خواهش میکنیم نمیتونیم در آمده قطعی و مرد صحبت کرده یا که در همون روز گنی هستن اینجا زنکو ما مسئولیت کردگی هستیم میتونن که میبروین صحبت میکنن ولی انشالله تشکیل کرده هستیم میکی همیرم باید بگون که شما هم نگین که زنهای خیلی میپوشن و خیلی اون مخصوص تشکیل کردگی هست همه خیلی که مردا را به آبرو کردن همون سفیدا را مثال همون ملاها را حاضر همین خیلی مبارزه رفته فقط دو سه دختر میقپن میپوشونن یک دو رومال یک دو وای میکنن نشان میتن در تلویزیون هم خیلی چیزا نشان دادن حاضر به درجه اولی سخت رفته میگن که نه کی دیده است یا که کی چی میکند هست همی یک نوار در تلفن ضبط کردن همی بچه های همی بازار ضبط کردن همی را خواهش کردن که پرتوی نمیدونم خیلی چی خیلی میپرتین ولی راهش همی و بیم نصیب باشه همی را نمی پرتوی من وای نمیمونم بخدا همون مردی که اوزی گفت که تنگ میپوشن ای خیلی میپوشن یکم کس همی کسی که همی هر رومال کرد که خدا خودش شر میکنه هیچ وقت تنگ نمیپوشه تو چند یازی در همی گرمی پلدنای برامدگی کرتوی شدی خشرو دختگی کسی که سطر میکنه همی خیلی میپوشه این یک بدنام کردن همی زنها هسته چی بلای به سر ما آمده که فقط زنهای تاجیک بدنام کردستن نمیدونم خیلی همی برادرای التماس شما همی سخانه ما ضبط کنین نمیتونم گرزده هم روز یک وایشته بود نتونستیم سخن کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری صف این مهاجران مهنتی روز به روز زیاد شده در همین شهر روسیه کار نیست در تاجیکستان هیچی نیست میابرم در مشکلات غوطی داریم ایلت اساس گناگور نمی جنابی نمی رئیس جمهوره ما به خدا قسم راضی نیستیم ای ها مقابل دین من کار کرده ما را دین من به دین کرده سای ایست همه طرفا ظلم من کرده یگان جای چیش نمونده دیگه یا تایم ما را مظلوم اینمی ریش نمونه ساتر تا اجر مسجد نروه تا اجر علم دین نخونه با میگه که حکمت دین جدا های اینمی در دین ظلم کرده یا افتاده ما مظلوم بیچاره را
тоҷикистон ҳами фақат ҳамира нигоҳ дорад ки як шӯриш мешава нигоҳ кунед чӣ хел одамо ҷонбезор шудагиян мехезанд. нигоҳ кунед шумо ҳама ин вазъияте ки ҳастай розӣ нестай. нигоҳ кунед ки як фаррош 220 сомон ойлик мегирад. 220 сомон як қобча орд 180 сомон аст. дар 220 сомон 7-8 фарзанд дорад вай фаррош. ба кӯдаки худаш чӣ мехарад? ҳама ҷонбезор шудагияк. фақат нигоҳ доранд. ҳама нигоҳ дорад. ман дар ҳамин кӯчаҳо мебурам, ҳама мардум фишфиш мекунанд ки каям во меоянд ҷони моро аи золимо халос мекунанд. дигар аз тарс мо кӯча намебурем ки моро сатркунӣ намемонанд ё меқапанд ҷаримамон мекунанд. аз тарс кӯча намебароем. дигар ба корхонаҳои давлатӣ кор да намеравем. зиндагиамон рӯз то рӯз вазмину бадтар шудааст. барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳаматон бихезед, натарсен. мегӯм ки марг аз ҷониби худованд мешавад, аз ҷониби ин золимо ай бедино намешавад. натарсен, ҳеҷ комил натарсен. фақат дар нуки забонтон ла ҳавла ва ла қуввата илла биллоҳи алиyyil азимро бигӯеду бихезем ба зидди ин золим мубориза баред. суханҳои ман тамом шуд. шумо суҳбата давом битен. бо ман мебурам дар хат. السلام علیکم. پسر عزیزم محمدی انصاری، من مینتوری خود را به شما بیان میکنم از طرف خلق مسلمان تاجیک. خداوند شما را در صف جوانان نگه بداره، عمری درازی به برکت بده. خداوند پاک و پروردگار شما را زبانتان براتر گرداند. پروردگار درای حقی گپ میزنن، حقی گپ همه آدمای حق گپ زنن، خدا صفشون زیاد بگردونه. پروردگار خیلی که شما همه خیلی خلقی ما را دستگیری میکنین، خداوند دستی شما را خودش بگیره. پروردگار شما را خودش، پروردگار زبانتون براتر گرداند. پروردگار در همه دین اسلام با مستحکم ترتون بسازه و خداوند چه مراد مقصدی داری پروردگار به مراد مقصدت برساند. خداوند هرگز خارت نکند، در دین اسلام مستحکمت کنه. آمین. بی رحمت که ارحم راحمین. صفی همه جوانای ما که اینقدر برای ما غمخوری کرده سن برآمد و کده سن، پروردگار همیو را زیاد کنی، همیو را پروردگار زبانشون برا بگردانی. در صف جوانا خدا نگهبانشون شوی. پروردگار امری درازی به برکتشون بدی. چی مراد مقصد خداوند همیو در دلشون دارن، خداوند به مراد مقصدشون برسونیشون، زبانشون برا بگردانی. پروردگار درای حق دایم استوارشون بگردانی. آمین. بی رحمت که ارحم راحمین. Хотите начать инвестировать и получать пассивный доход от 100 тысяч рублей в месяц?
Если это не про вас, то пропустите это видео. Или регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс «Как начать инвестировать, создать капитал и получать пассивный доход от 100 тысяч рублей в месяц». Я, Татьяна Волкова, прошла путь от наемного сотрудника до профессионального инвестора. На своем опыте точно знаю, что можно жить, а не существовать от зарплаты до зарплаты. Да, мне потребовалось время и определенные усилия, чтобы моя стратегия принесла результат. Но если вы, возможно, пока не знаете, с чего начать, куда зайти, какую кнопку нажать, как не потерять вложенное или уже имели опыт потерь, то я хочу сказать вам, что знания решают все в этом вопросе. И если вы готовы уделять несколько часов в неделю для того, чтобы выйти на пассивный доход от 100 тысяч рублей в месяц, то регистрируйтесь на мою бесплатную онлайн-лекцию, где мы с вами подробно поговорим о том, как создать капитал, имея даже несколько тысяч рублей в месяц, с чего начать инвестировать, как выбрать брокера, как не потерять свои сбережения. Регистрируйтесь прямо сейчас. Я в подарок отправлю таблицу инвестора, которая посчитает за вас срок достижения цели. И уже на бесплатной лекции мы поговорим о том, как избавиться от денежных проблем и перейти к финансовой свободе и независимости. До встречи! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، الله شما را جزای خیر دهد که مشکلی برادرای ما و همه مردم جمهوری تاجیکستان که امروز داغ علم دارد این صحبت را میکنید و من میخواستم یک سوال برای شما بدهم که به سال حق که او خودش که یک کلمه زیباست، موضوع زیباست که میخواهیم همین نه اینکه روزهای چهارشنبه میخواهیم که زیادتر شود. اگر فرصتی باشد که مهاجرای ما در روسیه و در اروپا و دیگر جاها چیکار بکنن، یعنی که بهره بگیرن، از حالت تاجیکستان با خبر باشند و زیست و زندگانی اونها را بهتر کنیم و خواهران ما، مادران ما که بیچاره هایی که از خانه هاشان بیرون نمی برایند که یک مشکلی که پیدا شود که آنها سطرهاشان را پوشند و در خدمت فرزندهاشان باشند. به خاطر همین الله شما را در این راه حق نگهبان باشد و چی مراد و مقصود که دارد به مردم تاجیکستان، خصوصا به جمهوری مردم تاجیکستان، خداوند نصیب بگرداند. آمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالله تاجیکستان هستم. من برای کارمندان شبکه جهانی وصال حق خیر اظهار و سپاس و منتداری میکنم و از الله مهربان خواستار آن هستم که برای اینها علمی فراوان، علمی زیاد عطا بکند و خیلی منتدارم و سپاسگزارم که ما مردم تاجیکستان را فراموش نکردند و برای مردم تاجیکستان برنامه خیلی خوب برپا کردند و در این شبکه جای دادند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار جناب محمد انصاری، من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. من تشکر میگم استاد عزیز به خاطر این خدمتی که برای ملت تاجیک انجام میدهید و به داد ما مردمان تاجیک میرسید و من خیلی از شما منتدار هستم و حتی من از اون آگاهی که از طرف اون عبدالله محقق نسبت شما شد من منظرت میخوام. والله استاد وقتی که اون بی‌ادبی نسبت شما میکرد من خیلی تأسف میخوردم، حتی از تاجیک بودنم شرم کردم که چگونه یک تاجیک دیده و دانسته السلام علیکم رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، من یک زن هستم. درد دل خود از جمهوری تاجیکستان میرسانم به وصال حق و از تمام درد دل زنهای تاجیکستان و مردهای تاجیکستان و مظلومان تاجیکستان. ما مظلوم هستیم. در جمهوری ما نه عدالت نه قانون نه دموکراسی وجود دارد. از سر ما زنان تاجیکستان سطر را میکشند و از شوهرای ما ریش را میگیرند. به طرز مجبوری
درای مسجد ما رو میبندن و کودکای ما رو نمیمونن که تا 18 ساله به مسجد روند. راه حج مردان ما رو بستن تا سن 35 ساله. ما مظلوم هستیم. ما دست دراز میکنیم که به دست دراز کرده ما کمک کنه. و زنهای تاجیک رو میبرن و زینا میکنن و بعضشون رو در دوری کانالای آب میکشن. در این خلجا یگان کس نمیخیزه از خلق تاجیک دفاع کنن. یگان کس نمیخیزه از زنهای تاجیک دفاع کنن. در جمهوری ما عدالت وجود نداره. دختر 19 ساله رو بردن و طوری دروغ از مدوچیرش بردن، در کالا مواد مخدر دادن و او را بردن در ناموس از رسیدن و به پلیس مراجعت کردن و آدم 2 دله داشت در پلیس. او را برای دلاش برده جزا ندادن. 3 دلش ایچی که در ناموس دختر تاجیک رسید ایرا برده. داور ایرا دیده در تاجیکستان ما قانون وجود نداره، داور وجود داره. داور ما زنهای تاجیک میگم که چی گفت چی خبر در این باره پرزیدنت ما میشود. این حقیقت داره، این هسته. اوایی که میبراین میگن حقیقت نداره و یخشو پارخر این قانونا رو ویران میکردگی آدم ها هستن که میبرن قانون کردگی خشون با دفاع میکنن. و گفتن که او رو به ملیسا دادن و دختر گفتن که و دلار سخت کده. گفتن که تو شاهد نداری. در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و خدا بزنه شما را الهی نه. در وقت تجاوزی و کی شاهد میشه و برده و دارو داده تجاوز کرده. ما به همین وساله حق گفتنی هستم که بداد ما مظلومان خلق تاجیک بخیزه نجاتانو خیز. بداد ما مظلومان بیرسه. و در برنامه همین تلویزیون تاجیکستان یک شعار دارم. تاجیکستان ما از تو ثروت نمیخواهیم، وطن هستی بس است. با خس خار برابر زندگی کردن بس است. خلق تاجیک همه خار خس زندگی داره. این سرورایی که در تاجیکستان شدگیم با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. ایایی که در همه سری دولت شدگیم با همه سرورای تاجیکستان زندگی دارن. یک ذره نمیمونن که از سروری همه تاجیکستان همه خلق تاجیک بگیره زندگی کنن. خلق تاجیک برق نداره، آب نداره. در تاجیکستان ما سال 2003 سال آبی تازه اعلام کردگی شده است. ما میریم با خر با عربه از دیگر قشلوقا ایدوری کوبت ها آب میگیریم و میاریم استفاده میبریم. ما در زمستان با تپک علاو میکنیم. ما سویت نمیبینیم. خانه تان بسوز ظالما، خانه تان بسوز امام علی قطعی همه اولاد، خانه بسوز قطعی قانونای برآوردگی، خانه بسوز قطعی همه ناعدالتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، چگونه که امروز به همه ما و شما معلوم است، امروزها در جمهوری عزیز تاجیکستانمان ظلم و ستم رئیس جمهور تاجیکستان
به سر ملت مظلوم شریف تاجیکستان روز تا روز زیاد شده ایستاده است. علل خصوص به سر علمای تاجیکستان و به شخصان خداپرست و اسلام دوستدار و شخصانی که امروز دفاع از حقوق خود میکنند، از حقوق شهروندی خود میکنند، با هر تهمت و ملامت های خود بافته و خود ساخته طرفداران این دیکتاتور با طریق پول و مال، چگونه ای که با همه ما و شما معلوم است، با حبسخانه ها میکشند و در آنجا ظلم و ستم را برای آنها روا میبینند. ما همه این ظلم و ستم را پس سر گذاشته حالا میبینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان باز به ناموس ما و به ناموس اسلام دست میرسانند. علل خصوص به تراشیدن ریش و گرفتن ستر و حجاب از سر خواهرای ما و ریش و حجاب را با طریق پول قرار داشتند. ما در حقیقت از این رئیس جمهور ناراضی هستیم و ناراضگی خود را بیان میکنیم و بر همون شخصانی که طرفداری از این دیکتاتور میکنند به آنها خواهش میکنیم شاید صدای ما به گوش آنها روزی رسد که از قصرهای بلند در کرسیهای ملایم شیشته و جایهای زیبنده را نظر نکنند. یک بار خیسته با دیگر جایها سعی و کوشش کنند که امروز ملت تاجیکستان بعضی گرسنه هستند و آن شخصانی که طرفداری میکنند که گویا رئیس جمهور آزادی و آبادی کرده باشد، گویا یک بیرق ساخته باشد. آخه از همون بیرق در 1 میلیون و 1 میلیارد ساخته وی را گرفته پول وی را به یک بیچاره و با یک زواد و فابریکه ساخته این بهتر است. اون شخصانی که در کرسی‌های بلند نشستند اونها با روسیه یک بار سفر کنند، مجلس کنند با شهروندان تاجیکستان که اینها در چه گونه ظلم و ستم قرار دارند. من در طول چندین سال که در شهر روسیه با کار مشغول هستم والله قسم شخصان 50 ساله 60 ساله را میبینم در خنوکی با گریه کار میکنند. مگر همین است آزادی؟ مگر همین است آبادی تاجیکستان؟ من سخن را در اینجا بسیار نمیکنم، چگونه ای که گمان میکنم این چهره رئیس جمهور چهره دیکتاتوری و خودکامش شاید به تمام مردم گوشه و کنار دنیا معلوم باشد و همین را گفتنی هستم که ما از برنامه شبکه محمد انصاری منتداری خود را بیان میکنیم و در حقیقت همین را گفتنی هستم که امروز این رئیس جمهور مثل که در کتاب ها میخوانیم مثل همون دجالی که گویا فردا روز قیامت میبراید، در یک طرفش دوزخ دارد در یک طرفش بهشت، هر کس به گپ آن کند در بهشت میپرتید، هر کس نکند در دوزخ. این قانون و رفتار همان را میکند که اگر امروز کدمه به این سخنهای این سر خم کند، قرصک زند، با آن خانه و ماشین ها داده می شود و کسی سخن حقیقت را گوید به حبسخانه کشیده می شود. و ما از شبکه تلویزیون محمد انصاری خواهش میکنیم که با این سخنهای سفسطه و دروغ آنها باور نکنند. ما در حقیقت سخنهای درست را پیشکش آنها میکنیم. ما مثل ویا دروغگوی و تروریست نیستیم. ما از خدا الحمدلله میترسیم. هرچی حقیقت است میخواهیم به گوش اونها رسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Я выбрал Тинькофф Инвестиции, потому что это удобно. Открыл инвестиционный счет за 5 минут без всяких السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، استادان بزرگوار، دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق، بنده اکرم هستم از تاجیکستان و همین نکته را گفتنی هستم که استادان بزرگوار، دستاندرکاران شبکه وصال حق، شبکه جهانی نور، شبکه کلمه و شبکه توحید، همه شما استادان عزیز را ما جوانان موحد تاجیکستان از صمیم قلب دوست داریم و توهینی که برای شما می شود، هر حقارت، هر نافرمانی و هر ناسزایی که برای شما می شود، برای همسران پیامبر می شود و برای اهل سنت و جماعت می شود، این ما برای خودمان قبولش داریم و برای همچو این توهین همچو بر پدر و مادر و همچو بر دین و آیین ما هم دخل دارد. از همین لحاظ با شما همدرد هستیم، از شما منتداری بیان میکنیم برای اظهار سخنان حقیقت، سخنان راستین، برای دفاع از امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها و دیگر خدمت هایی که شما میکنید. ما از شما منتداری میکنیم و بدانید استادان بزرگوار که مایان شما را دوست داریم و مایان دوست داریم شما را. جزاک الله خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، من تاجیک هستم. میخواهم درد خود را بگویم. مهاجر هستم. امروز در شهر مسکو قرار دارم. من چنین گفتنی هستم که وای بر من، وای بر من و بر ملت من که امروز در تحت ظلم و ظالمی این حکومت حاضره قرار دارد. وای بر من. من گفتنی هستم که قریب که 13 سال می شود که ما در روسیه در تهای پدوالا خوابیم، در تای بارون و برفا کار میکنیم، دو تنگه کار میکنیم، به وطن بر میگردیم، با میریم در اونجا با او ظالما میگیرن ای دستمون. ما خودمون در غریبیم، مادری ما از دنیا میگذرد، مرگ مادرمان را نمیبینیم. ما در غریبیم، پدرمان از دنیا میگذرد، در جنازه پدر و مادرمان اشتراک کرده نمیتوانیم. ما در غریبیم، از فرزندامون دور، از عائله‌مون دور، از وطنمون دور. میایم در روسیه 1 سال 2 سال میستیم، کار میکنیم، عذاب میکشیم، میریم 10 روز 15 روز میستیم، با در روی کده با بر میگردیم که جای کارمون از دست ندهیم. یعنی در 1 سال 2 سال 10 روز 15 روز ما فرزندامون میبینیم
که این خیلی و خیلی بدتر است بر زندگی ما مردمی مظلوم تاجیک که فرزندای ما بی پدر به وایه میرسند. وقتی فرزندی که بی پدر و به وایه رسید، یعنی هیچ تعلیمی از پدر نگرفت، هیچ نصیحتی از پدر نیاموخت، پس اون حال اون فرزند چی می شود؟ در تاجیکستان ما کار نیست، معاش نیست. همه کارخانه ها، همه زمین ها را اولاد این پرزیدنت از خود کرده است. تمام بازار و تمام کارخانه را از خود کردند. ما نمی توانیم در وطن خود کار کنیم، زندگی خودمان را ببریم. در شهر روسیه مردم ما را به قتل می رسانند. در درون جنگل ها، در قدای کوچه به قتل می رسانند. جسدهای مردم تاجیک را هیچ حکومتی سراغ نمی کند، نمی گوید که این مرگی یعنی یک شهروندی تاجیکستان است. ما مردم مهاجر خودمان همون قدر پول کار میکنیم، به زندگی خودمان حیله میرسه. برای یک جسد رو بردن 100,000 روبل روسی در کار است. حکومت تاجیکستان اقلاً همدردی بیان نمی کند. من باز میگویم که وای بر من و بر ملت من. ریش و سطری ملت تاجیک را از بین برده ایستادند. سطری خواهر من، سطری مادر من، سطری عائله مرا میگیرند و الا میزنند، آتش میزنند. این گویا که بر خانه من آتش زدند، بر ملت من آتش زدند، بر وطن من آتش زدند. خوب درد ما بی پایان است. Народ, уже год зарабатываю на казино, как видите, нихуёво себе кручусь. Мерседесик, тут денежка отдыхает. سلام علیکم و رحمت الله. من بنده از تاجیکستان هستم. میخواهم درباره قانونهای تاجیکستان سخن بگویم و این قانون شکنی های امام علی رحمانوف چند سخن بگویم. چرا مواد مخدر فروش ها و ساختارها که 5 ساختار است به آنها هر ماه معاش میدهند که اونها چندین کسها را از دنیا میبرند، با اونها چیزی گفته نمی شود. چندین کسهای در جمهوری تاجیکستان ناحیه یاوان هستند که قتل چند کس را کردند و اونها نکم از 15-20 سال حق محکوم از آزادی داشتند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم تشکری بیان کنم از برنامه خوبتون و سلام خصوص از استاد بزرگوارم محمد انصاری و جمیع کارمندان شبکه توحید صالحه. خدای مهربان را بسیار شکرگزار هستم که برادران مسلمانان در دنیا از حق خواهران مسلمانشان دفاع میکنند. الله مهربان شما را نگهبان باشد و باشد که الله مهربان صف شما بنا انسانان یک کار را بیازگرداند. الله مهربان شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. فاطمه از شهر دوشنبه هستم. میخواستم یک حادثه‌ای که رخ داده بود یک نقل کرده بودم. یک ماه پیشتر زنی برادرم در ناحیه یکی از ناحیه‌های نزدیکی شهر دوشنبه تولد کرد و از بس که با جراحی تولد کرده بود و کودک بیمار بود و ناحیه نداشت تجهیزاتی که کودک را نگهداری کنند. ما را به بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه روان کردند. در اونجا مدیر شعبه اطفالان که نسبش را یاد ندارم اما نام زلفیه و نام پدرش عبدالغفار یعنی زلفیه عبدالغفار هم نبودند که ما را با یک شرمندگی و یک نمیدونم چه بگم با یک شرمندگی ما رو کودک رو از دست ما گرفتن و ما رو از آنجا راندن با سخنانی که خلفه سرت رو از طرف کش و پسان بیا. راست گپ ما گفتیم یا اینکه ما رو با سطر قبول میکنی یا اینکه کودک در حالت وزنی هم باشد ما گرفته او رو میبریم. که در جواب او گفت که قانون بیمارخانه مرکزی چنین است که کدام مادری که با اطفال خواب می رود یعنی که بستری می شود باید که سطر سرش رو کشد. وای فرق ندارد که دختر مرد است در اونجا دانشجویان مرد ها هستند، این فرقیت ندارد. از همین لحاظ می خواستم به زلفیه عبدالغفار بگویم که کودک ما به ریاردن آن کس هم با یک خوب شد سالم گشت. ما از بیمارخانه جواب شدیم و من سطرم را نکشیدم که تو محترم زلفیه عبدالغفار شما خرسان شده باشید. به من نگهبان باشد شما در امان خدا باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان شبکه وصال حق، السلام علیکم. برادری مهربان، برادری غمخوار ملت اسلام محمد انصاری، از شما خیلی تشکری میکنم و سپاسگزارم و میخواهم که صدای بنده را به تمام کل مردم مسلمین، علل خصوص به مردم مظلومین تاجیکستان برسانید. ای مردم تاجیکستان، این صدای مهاجر است به نام صالح. به شما مراجعت میکنم و خواهش میکنم که از درد بنده ها، از درد مهاجران و از درد خود آگاه باشید، خود را به خواب ناندازید. ما و شما میدانیم که طول 23-24 سال می شود قوه برق در تاجیکستان نیست و از سبب بی‌برقی هر سال طفل‌های بیگناه می‌فوتند و همین سال گذشته ما خود شاهد هستیم که 12 یا 13 نفر از گزی انگشت از بی‌برقی از دنیا گذشتند. ما و شما می‌دانیم که این حکومت ظلمانی بر بالای ما ظلمی خیلی وزنی دارد و وظیفه فروشی در تاجیکستان به تمام زینه ها بالا رفته است. هر کسی که وظیفه را اشغال میکند، هر کسی که حاکمیت را اشغال میکند، البته را میخرد اون کرسی را و اون پولی که صرف کرده بود، مخرج کردگی بود برای به دست آوردن کرسی، اون پول را به بالای مردم مظلومین فشار آورده و با طور زوری برکشیده میگیرند. ما تا حتی به بیمارستان ها مراجعت کردن نمیتوانیم اگر که بیمارستان ده مبادا شود که بیمار ما به بیماری افتد، به 1000 و 2000 دلار از اونجا رهایی یافتن امر محال است. اگر که بیماری جراحی باشد باز هم وزنین و وزنینتر از ما پیسه طلب میکنند و مبلغ های طلب میکنند که بنده های کمبغل و نادار این مبلغ ها را دسترس کردن نمیتواند و تا جای ما شاهد حال هستیم که بنده هایی که مبلغ دسترس کردن نتوانستند در طی جراحی بیماری های آنها فوتیدند و اینها تا حتی رحمی نکردند و جسدی مرده این بیماری را برآورده به بندگان رسانیدند. تا حتی اسناد داریم زن تولد برای تولد کردن قبول نکردند، گفتند اینجا جای ما قبول نمیکنیم، به دیگر جا فرستاندند و در راه زن فوتید و طفل بیگناهی اون هم از دست رفت. ما و شما میدونیم که بازارهای مردم کشیده گرفته می شود. هر کسی که در بازارها سودا میکند، سودای اونها، بازارهای اونها را خراب میکنند، از سودای اونها به خرابی میرود و بازارها را کشیده میگیرند و هر کسی که تاجر باشد تجارت میکند و تجارتش به سطح بالا رفتن گیرد، تجارتش را کشیده میگیرند و از تاجیکستان بیرون میکنند یا به محبس کشانده میشود. ما و شما میدونیم که صاحب کارهایی که به اگر یگان استحصالات دست زنند، آهسته آهسته استحصالات و صاحب کار را کشیده میگیرند. ما و شما میدونیم که کشاورزی که به کشاورزی دست زند، اگر پیش از تخم و دانه را به زمین کاشتن اول مبلغ زیاد صرف میکند و پاره های زیاد میدهد و اون حاصلی که از اون زمین میگیرد قریب که نیمی مخرج کردگی، صرف کردگی پیسه خود را دریافت نمی کند. و با وجود این بر بالای مردم مظلومین تاجیکستان از هر طرف فشارها هست. کارمندان امور داخلی، پلیس ها، ناظران راه از مردم در هر قدم ماشین ها را داشته از اونها با طور مجبوری و با هر بهانه پول می رویانند. و مبادایی که ما و شما به کدام اداره هایی که نباشد حاجتی ما اگر که فراید به این اداره ها رویم، به پول کاری ما را یگام کس اجرا نمی کند و اگر که روزها و هفته ها در پشت در این اداره ها اگر که ما استیم، به پول و به پیسه بر روی ما و شما یگام کس نظر نمی کند.
و ما میدانیم که تا حتی این حکومت بر بالای ما چنین قانونهای جاری کرد که در معرکه های ما و شما آمده دیگ و کاسه و به معرکه های ما و شما دخالت میکنند و ما میدونیم که اگر که هر کسی که حق گوید به جوابگری کشیده می شود و هر کسی که از پشت این حکومت ظالم دفاع میکند به مانند ملاهای درباری اونها را به وظیفه های بالا و حرمت و عزت از طرف کارمندان امور داخلی و حمایت این بنده ها داملاهای درباری را به امنیت قرار می دهند و ما و شما می دونیم ای داملاهای درباری شما آیه های قرآن را بر نفس خودتان استفاده می برید و بر فایده این حکومت استفاده می برید و گفته های قرآن را و گفته های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برتری کرده اید چون که خداوند در قرآن گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای بنده های مخلوق جین ای مخلوق انسان ما شما را به همون خاطر به دنیا آوردم به همون خاطر به دنیا آفریدم که تنها و تنها مرا عبادت کنین غیری مرا عبادت نکنین چرا که شما از دفاع از پیروی و عبادت این مخلوق کافر و مرتدیان را میکنید و حتی ما میدونیم که اگر که در تمام تاریخ اسلام اگر که کافرها و مرتدیان پیغمبری ما را تحقیر کرده باشند انکار خدا کرده باشند ما فکر میکنیم که خدا را انکار کرد خود کافر شد اما در تاجیکستان ما شخص پیدا شد به نام بازار صابر خدای ما را تحقیر کرد گویا که تمام مسلمان ها را تحقیر کرد گویا که تمام پیغمبران الهی را تحقیر کرد به توجه شما یک لحظه از همین ثبت آواز این شاعری بدبخت کافر میگذارم تا خودتان خلاصه خود را برارید خدا هم جای لیلین را نمیگیره خدا هم جای لیلین را نمیگیره خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازه در این دنیا که عمرش 100,000 سال کیهانی نه فرعون نه خاقان نه سامانی نه ساسانی نه تاجش بر سرش اسکندری رومی خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد ایجاد لیلین را نعوذ بالله من الظالمین نعوذ بالله من الظالمین من زبانم چرخ نمیزند که این سخنهای ملعون را به شما برسانم و ثبت اون ملعونی بدبخت را ماندم که تا اینکه شما از زبان این کافر خودتان بشنوید ای مفتی تاجیکستان مکرم سیدزاده یا مکرم آیا تو فراموش کردی که این خدای ما را تحقیر کرد این پیغمبری ما را تحقیر کرد چرا خاموش نشستی چرا دفاع نمی کنی چرا که تو از خدا و پیغمبر گپ بزنی دفاع نمی کنی آیا آیه های قرآن برای تو دروغ است خدای متعال در قرآن عظیم الشأن گفت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر آیا خداوند نگفت ما به حضرت سلیمان چنان سلطنت دادیم چنان دنیا دادیم چنان بایگری دادیم اما سحر نورزید و کافر نشد چرا که این ملعون پیغمبران الهی را سحر انگیز میگوید چرا به جادوگر و ساحرها برآورد میکند تو ملعون دنیا را دیدی یک چیزی که از دنیا گرفتی یک چیزی که از دنیا استفاده بردی اما دفاع از خدا و پیغمبران نکردی این آیه قرآن به دلالت این آیه قرآن کافر شدی تو ملعون چون که بایگری و سلطنتی که حضرت سلیمان الله تعالی داده که بود با وجود این حضرت سلیمان کفر نورزید تمام جنها تمام شیاطین ها در اختیار حضرت سلیمان بود علیه السلام برادرای عزیز گرامی بعد از این سخن بعد از این دفاع ما شما باید که قرار ننشینید چون که سطرهای خواهرهای ما را برکندند
چون که ریش‌های برادرهای ما را تراشیدند، چون که مسجدهای ما را خراب کردند، چون که فرزندهای ما را ممنوع گرداندند به مسجد رفتند. امروز ما دفاع هم از دین مبین اسلام داریم و دفاع از آزادی خود داریم و دفاع از تمام آزادی مردم مظلومین تاجیکستان داریم. در این زمان هر بنده ای که خاموش میشیند والله بالله تالله روز قیامت پیش از بازار کافر، پیش از این فرعون و مرتدیان، ما و شما در نزد پروردگار جوابگریم و ما و شما در نزد الله تعالی جواب حاضر تیار نکرده ایم. چرا که ما خاموش میشینیم؟ چرا که ما سکوت میکنیم؟ دامله هایی که از منبرها تعریف و توصیه این خالق خودتانه و تعریف و توصیه یک مخلوق میکنین و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند گفت تنها و تنها مرا عبادت کنین. چرا که شما این آیه قرآن میگیرین در نمازهای خود ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوین، پس نگوین ایرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس نخوانین در نمازهای خود، چون که شما پیروی از طاغوت دارین، چون که شما پیروی از یک مخلوق دارین و خالق خود را فراموش کردین. شما مرگ فراموش کردین، شما ظلم آوردید، شما دین پایمال کردید، شما حق و حقوق انسانگری مردم مظلومین پایان کردید. در آخر گفتنیم هر کسی که حق میگوید و برادران ما نه تروریستیم نه اکستریمیستیم، نمیخواهیم که جامعه ما ویران و فساد باشد. ما میخواهیم که جامعه ما جامعه بسازیم، جامعه آباد کنیم که بدون پارگیری باشد، بدون حرام خوری باشد، بدون فحش و فحشا باشد، بدون می پرستی باشد. جامعه باشد که جامعه صاف، جامعه عادلانه عدل باشد در او جامعه. ما چنین جامعه را میخواهیم و ما میخواهیم که در تمام مهاجرا جمع شوند در وطن خودمان را آباد کنیم و محنت در وطن خودمان کنیم تا اینکه این مردمی اذیت کشیده از این ظلم و ظلمانی آزاد کنیم. برادرای عزیز گرامی، ما مهاجریم، ما هم مانند شما فرزندهای شماییم، شما اهل مایین، ما هم از خون شماییم. ما نمیخواهیم که خون ناحق ریخته شود، اما این کفارها بر بالای ما و شما ظلم کردند و ما و شما خاموش ایستادیم. همون زمانی که ما خاموش ایستادیم پروردگار غضبش بر بالای ما و شما غضب کرد و امروز که ما مهاجران سر بلند کردیم و خداوند غضبش را بر بالای این کفار رسانید. ان شاء الله تعالی با دست ما این کفار از بین می رود. و در آخر گفتنی هستم که حاضبا بعد این برآمدام من میدونم که به اهل بیت خانواده ما فشار میارند. این نامردها، این کثیفها، هر کسی که دفاع از حق میکند اگر در خارج از کشور باشد به خانواده های ما چنان فشار میارند، پدر و مادرهای ما را تگ پنجره ها میکشند و چند پیسه که دارن کشیده میگیرند، 2000 و 3000 دلار بعداً سر میتیند و اسنادهای دروغین و اسنادهای بیکار در حق ما نشر میکنند که گویا اینا تروریست باشند و گویا اینا کارهای بد و دیگر را میکرده باشند. برادر انصاری، این التماس میکنم این سخنهای ما را به تمام کل مردم تاجیکستان برسان. و در آخر گفتنی هم که حالا برای این شبکه وصال حق باز قانون برو آوردیان، گفتستیان که همون انتنهای سپوتنیکویی که هست در تاجیکستان که این شبکه را تماشا میکنند، همین را از بین بردنیان که این انتنها به آزادگی تاجیکستان، یعنی که حسن تاجیکستان را ویران میکند، گویا این از بین بردنیان. والله که ما از تمام جان و پول و مال و از همه جا گذاشتیم که تا اینکه دفاع کنیم از دین خود، دفاع کنیم از وطن خود، دفاع کنیم از مردم خود، دفاع کنیم از حق و حقوق خود. برادر عزیز گرامی با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Установи приложение Тинькофф Инвестиции, пройди бесплатные уроки и получи акции в подарок. Почки у вас не работают. Что? Единственный шанс ваш – это уговорить кого-то.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، من اسم من عبدالقادر است و من میخواهم که درباره یک ایشان یک قاری صحبت کنم و از برادران تاجیک سوال کنم که مردم تاجیک بگن که این شخص خیلی انسان است و چرا که این شخص در مسجد خطیب عمر فاروق 61 کرایان بود و از مردم بپرسین که این شخص خیلی انسان بود، چون که چرا از چه سبب اون از وظیفه برکنار شد و از تاجیکستان فرار کرد، از چی بود. از مردم پرسان کنند آیا این پیغام خلاف دین اسلام صحبت میکرد یا خوب صحبت میکرد. و تا جایی که من میدانم تمامی مردم چندین هزاران در اون مسجدی که اون شخص بود، وقتی اون شخص بود چندین هزار آدمان بود، انسان ها در اونجا نماز میخوانند. وقتی که اون شخص از اون مسجد کنار شد تا الان خیلی تعداد نمازخوانان از اون مسجد کم شد. میخوام بدانم که این مردم که درباره همون شخص یعنی معلومات میخوام از مردم بگویم و میخوام عکس اون را روان کنم از مردم پرسان کرده شود. چندین مردمی که در طرف اروپا هستند از در طرف چی هستند، اکثریتش از دست این دجال این رحمانوف فرار کردگی گرفتگی هستند و میخوام که در همین باره از مردم سوال جواب و برای مردم گفته شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. В Яндекс.Лавке есть и то, и другое. Найдите что-то для себя. Доставка от 10 минут. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. یک پیشنهادی دارم از شما برادران عزیز. درباره خواندن روش نماز پنجگانه از شما خواهش دارم که انا در شبکه خواندن روش نماز رو همچون یکم کسی خواند در شبکه مقصد نشان داده شود که ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع ادین کنیم در نماز همون و پامون به پای برادرامون بچسبانیم صفت در کتفه به کتف و مقصد پاچه همون طبق سنت اگر پاچه های بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفتد بدبینی میکنند و پایهایشان رو و کتفهایشان رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما رو مقصد در نمونده سلفی و خیلی گفتم مذاق میکنن، مقصد عیبر ما دور میشن و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا در خونش بخونه او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتونه نمیخونین، انا شما چی باید دعا نمیکنین، مقصد شما یکم گروهی شدیسین شما فتنه میخواهین در بین ما. اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقل است بچه ها میگن و ما را مقصد در همه جا سلفی نمو کرده مقصد بدنو میکنن.
ما هم میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور دل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادران اهل سنت برادر هستیم. ما نه سلفی، ما سلفی چیه نمیدونیم، ما را همچنان سلفی نون کردن، ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه. گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی او گپ نزکی او عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هرچی که ما میگیم که برادر صف کوچت کلته کن از جیلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم. ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را به برادرای مقصد تاجیکان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی مینوی دید میکنن. اگر ما هم یکم گروهی نیستیم، ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبتی یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصد غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما را همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کنه که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما را بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم، همه در یک صفیم. ما الله یکه و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم ای الله میخواهیم. سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخوام که شما نماز رو خودتون بخونید، هم تنهایی هم جماعت شده مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد به شما اعتقاد دارن، شما را گوش میکنن. و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفی بوده مقصد بون شاید که امون فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از کفاتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در شبکه پیشنهاد کنین هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده مقصد نه دیر نه بر وقت شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کار میآیند در گرد تلویزیون میشینن شیشته هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. خوی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، ممنون عزیزم محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران استادان بزرگوار دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق، بنده اکرم هستم از تاجیکستان و همین نقطه را گفتنی هستم که استادان بزرگوار دستاندرکاران شبکه وصال حق، شبکه جهانی نور، شبکه کلمه و شبکه توحید، همه شما استادان عزیز را ما جوانان موحد تاجیکستان از صمیم قلب دوست داریم و توهینی که برای شما می شود، هر حقارت، هر نافرمانی و هر ناسزایی که برای شما می شود، برای همسران پیامبر می شود و برای اهل سنت و جماعت می شود، این ما برای خودمان قبولش داریم و برای همچون
این توهین همچون با پدر و مادر و همچون با دین و آیین ما دخل دارد. از همین لحاظ با شما همدرد هستیم، از شما منتداری بیان میکنیم برای اظهار سخنان حقیقت، سخنان راستین، برای دفاع از امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها و دیگر خدمت هایی که شما میکنید. ما از شما منتداری میکنیم و بدانید استادان بزرگوار که مایان شما را دوست داریم و مایان دوست داریم شما را. جزاک الله خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.